اگر در خانه خود گربه نگه می‌دارید، شاید متوجه رفتارهای عجیب او از جمله خیره شدن به یک جای نامعلوم، تعجب و یا خیز برداشتن به یک سمت را در او مشاهده کرده باشید. سگ‌ها هم مشابه چنین رفتارهایی را دارند و ممکن است بی جهت در هوا خیز بردارند و یا به سمت چیزی که دیده نمی‌شود بپرند یا پارس کنند. سالها تصور می‌شد که حیواناتی چون سگ و گربه قادر به دیدن امواج ماورای بنفش نیستند، اما مطالعه‌ای که توسط بیولوژیست‌های دانشگاه لندن انجام شد نشان داد که بسیاری از حیوانات قادر به دیدن چیزهایی در محدوده طول موج فرابنفش که برای انسانها قابل مشاهده نیست هستند. محدوده فرابنفش میتواند جهانی را نشان دهد که با جهان فیزیکی تفاوت‌های زیادی دارد. همچنین مشخص شده است که میزان DMT در غده پینئال گربه‌ها بسیار بالا بوده و میتواند توانایی‌های دید ماورایی آنها را افزایش دهد و گفته میشود دریچه‌ای بین جهان ما و جهان دیگر است. این که آنها چه می‌بینند مشخص نیست، اما به نظر میرسد بتوانند حداقل حاله‌ها را به خوبی تشخیص دهند.